اوکی. سلام، وقت بخیر. من آریام و تو این ویدیو میخوام آموزش بدم که چطوری لینک سابسکریپشن رو توی نکورای وارد کنیم. خب مقصود همین پروژه خودم هم هست، کاماجی. اول توضیح بدیم پروژه چیکار میکنه. ببینید، توی تلگرام کانالایی هستن که وی پی ان کانفیگای وی پی ان قرار میدن. بعد این کانفیگا، خب چون توی ایرانیم و ایران اینا رو زود بلاک میکنه، و یا اینکه انقدر کاربرای این وی کانفیگا میره بالا که خب بلاک کلا سرورشون داون میشه دیگه. واسه همین یه پروژه نوشتم که بیاد از این کانال ها، حدود 100 خورده ای حالا کاناله، بیاد از این کانال ها لینک ها رو دونه دونه بگیره، بعد قرار بده داخل یه فایل. و خب مرحله اول که این کارو کردم، اون لینک ها حدود 3000 تا لینک شد. و خب اگر شما بخواید به 3000 تا لینک و دونه دونه تستشون کنید، یا حالا تست رو بزنید و بهشون وصل بشین، خب خیلی سرعتتون میاد بالا، میاد پایین و خیلی تایمتون رو میگیره دیگه. واسه همین دوباره یه پروژه دیگه درست کردم. حالا اسمش هاست چک بود. بعد این پروژه اینطوریه که یه حالا کلیاتش این بود که یه دامین میگیره و یه پورتی میگیره و یه تی سی پی کانکت بهش میزنه. اگر تی سی پی کانکت شد، یه حالا ریزالت اوکی برمیگردونه. در همین به همین سادگی اینو آوردمش بالا روی یک داکر روی داخل ایران. آوردمش بالا که حالا 100% مطمئن بشین که توی ایران حداقل تی سی پی کانکشن داره بهش. و بعد این لینک ها رو، لینک هایی که کانکت میشن و داخل فایل قرار داد. ببینید توی این پروژه، حالا لینک پروژه رو اینجا ببینید، github.com/shabane/kamaji. حالا تو خود یوتیوب میذارم و حالا توی پستی که مینویسم اینا رو توضیح میدم، لینک ها اینو قرار میدم. کل لینک ها رو دارید الان اینجا میبینید دیگه. خب این لینک هایی که بالایی هست، شادو ساکس، ویل استورشن، فلان فلان تا مرج، خب اینا هیچ کدوم تست نشده است. یعنی فقط لینک ها از کانال ها میگیره هر 6 ساعت و داخل این لینک ها داخل این فایل ها قرار میده. پایینی همه تست شده است، یعنی تست شادو ساکس، تست ویمس، تست ویل استورشن و حالا مرج. این مرج ها، کل لینک ها داخل یه فایل قرار میگیرن و میشه مرج. و اینجا تستد ان مرج، یعنی تمام لینک ها وقتی که تست شدن داخل مرج قرار گرفتن. این تست دادن مرج. اوکی. شما اگر مرج عادی بخوای استفاده کنید 3000 لینک بهتون میده. فعلا که الان مثلا شما تست کنید 3000 تا لینک بهتون میده. مثلا بازش هم نمیکنم چون خیلی سرعتم میاد پایین. 100% سی پی یو دارم استفاده میکنم واسه این بازش نمیکنم. تست دن مرج رو فقط کپی لینک میکنید شما واسه نکوره. البته کپی لینکش میکنم، بعد داخل نکوره ببین همینجا میتونی کد وی بزنی، ولی خب نمیخوام این کارو بکنم. میام داخل گروپ، یه دونه نیو گروپ میزنم، حالتش رو از تایپ بیسیک میذارم، سابسکریپشن نیمش رو میذاریم همون. من چون یه دستم میکروفونه مجبورم اینقدر با صورت پایین تست کنم. کام جی تستد. اوکی. اینو میزنم، بعد یو آر ال که میخواد رو وارد میکنم. اوکی رو میزنم. آپدیت سابسکریپشن رو سعی کنید هر روز رو بزنید، چون ما هر 6 ساعت داریم اینا رو آپدیت میکنیم دیگه. خب آپدیت سابسکریپشن رو میزنم. اینجا لاگو دارید میبینید دیگه، ریکوست این سابسکریپشن کاماجی تست. این ریکوست بده، حدود اپریشن فیل، دستش هم درد نکنه. این به خاطر سرعت اینترنت خونه ماست، واقعا افتضاحه. وقتی که این اپریشن کنسل، اوکی من اینو باز کنم ببینم مثلا مشکل فایل یا مشکل اینه. احتمالا مشکل اینترنت منه، واقعا صورتش پایینه. نگاه کنید. این قدم سخت نیست این لینک رو بیاری بالا، بابا حجمی نداره که. حالا خلاصه که اینترنتتون زغالی هست، کلا سیستم رو بندازید تو سطل آشغال. ولی اوکی، ما خورده صبر میکنیم، امیدمون رو از دست نمیدیم. انقدر میزنم آپدیت بشی تا آپدیت کنی. انقدر یعنی تایم میخوای. اوکی ریکوست چی بابا. پرابلم تایم اوت، دستش درد نکنه.
افتضاح اینترنت. خب این آپدیت شد، ببخشید که اینقدر سرعت پایینه. این آپدیت شد، 1018 تا لینک هست که حداقل تی سی پی کانکشن رو داشته توی چیز من. اوکی اینجا رو من میبندم. بیا بسته شو ببینم. اوکی 2 تا دست میخواد واسه. خب اینجا یه تب اضافه شد به اسم کامج تست. من فایرفاکس رو باید ببندمش. آره خب حالا اینا رو همه رو سلکت میکنم، یا اصلا همه هم سلکت نکنید، یکی کلیک راست یه جا بکنید کارنت گروپ URL تست. URL تست واقعی تری میگیره. این URL تست رو من میزنم، دونه دونه اینا رو تست میکنه دیگه توی همین گروپی که الان هستیم. فعلا که اون اویلیبل میده، ولی اویلیبلاش هم خیلی زیادن. من اینترنت خیلی فضایی دارم فعلا، اونم بخاطر کابلای خونمونه. ولی حالا اینایی که عدد برمیگردونن رو شما کلیک راست میکنی، استارت رو میزنی و حالا اینجا وی پی ان مود دارید شما یا حالا تون مود دارید میزنید و رو سیستمت ست میشه. فقط یه کاری که بکنید وقتی میکنید اینه که وقتی این تست تکمیل شد شما تست ریزالت رو بزنید، یعنی اینو بزنید که مرتب سازی شو بر اساس تست ریزالت انجام بده. یعنی اینایی که سرعت بیشتری دارن و بالا قرار میده، مثلا این الان بهترین سرعت رو داره. من اینو میتونم الان استارتش کنم. آره در کل امیدوارم که مفید باشه این نرم افزار و این چیزایی که نوشتم و ویدیو رو هم امیدوارم که واسه مفید بوده باشه. فعلا